سرخط خبرها. دیدار سفیر افغانستان در قرقیزستان با سفیر چین در کشور میزبان. تثبیت 9 شهرک به صورت کامل بر اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده. و امضای توافق دفاعی میان آمریکا و هند. به نام خداوند بزرگ، سلام بر شما. به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز شنبه 10 اقرب 1404 هجری خورشیدی و اینک مشروع خبرها. مولوی عبدالشکور حقانی سفیر افغانستان در قرقیزستان با خانم لیو جینگ پینگ سفیر چین در کشور میزبان دیدار کرد. سفارت افغانستان در قرقیزستان میگوید که دو طرف در این دیدار پیرامون روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، وضعیت امنیتی منطقه و تقویت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. سفیر چین در قرقیزستان افغانستان را یک کشور مهم و تاریخی در منطقه عنوان کرده و گفت که ثبات و توسعه افغانستان برای تمام منطقه از اهمیت حیاتی برخوردار است. خانم لیو جینگ پینگ افزود که چین می‌خواهد روابط و همکاری خود در زمینه‌های مختلف با افغانستان را گسترش دهد. در خبر دیگر اما کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده میگوید که طی 3 سال گذشته تا کنون 9 شهرک به صورت کامل بر اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی اعلان شده است. این شهرک ها بیش از 50,000 جریب زمین را شامل می شود که در ولایت‌های کابل، میدان وردک، غزنی و ننگرهار موقعیت دارد. گفتنی است که طی همین مدت حدود 4 میلیون جریب زمین اماراتی دیگر در سراسر کشور از نزد غاصبان و متصرفان غیر شرعی استرداد شده و دوسیه‌های میلیون ها جریب زمین دیگر نیز تحت تعقیب قرار دارند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید تولیدات روغن زیتون در شرکت زراعتی کانال ننگرهار نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته است. به گفته این وزارت در سال جاری تولیدات روغن زیتون حدود 190,000 لیتر برآورد شده که در سال گذشته این رقم به 135,500 لیتر رسیده بود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌افزاید که در سال گذشته حاصلات زیتون در شرکت زراعتی کانال ننگرهار حدود 1100 تن بود، اما امسال این رقم به حدود 1600 تن رسیده است. و خبر آخر این که پیت هیگست وزیر جنگ آمریکا در صفحه ایکس خود اعلام کرده که در دیدار با راجنات سینگ همتای هندیش موافقتنامه همکاری دفاعی 10 ساله را امضا کرده است. هیگست این توافقنامه را یک گام قابل توجه در همکاری های دفاعی میان دو کشور خوانده است. سپاس از توجهتان به خبرهای این ساعت. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.